سلام قشنگا، چطورین؟ روزتون بخیر باشه. روز امروز شنبه است، 5 شنبه. من دوباره بعد از یه غیبت خیلی طولانی اومدم سراغتون توی یوتیوب. یعنی من نمیدونم چرا توی یوتیوب انقدر تنبلم که نمیتونم تون ویدیو بذارم. هر دفعه هم میام میگم من اومدم با یه ویدیو اینا، ولی من کلا توی تولید محتوایی ذره تنبلم. یعنی همین که به اینستاگرامم برسم شاهکار کردم دیگه. الان نشسته بودم توی ماشین، هوا گرم، دارم ذوق میشم. واقعا استانبول خیلی گرم شده. بعد نشسته بودم، اسد رفته کار مشتری رو انجام بده. بعد همینجوری به سرم زد که یه ولاگ بگیرم. حالا توی این ولاگ میخوام روزمرگیامو براتون بذارم دیگه، هر چی که این روزا میگذرونم. امروز هم همراه من باشین، میخوایم یه ذره بریم بیرون و بگردیم، شما هم با من میاین و اینکه سعی میکنم بیشتر باشم تا جایی که ممکنه. شما کانال منو سابسکرایب کنید، پستم رو لایک کنید. اینجوری من انرژی میگیرم که بتونم تون ویدیو بذارم، وگرنه واقعا انرژی نمیمونه دیگه. یه ویدیو میذاری هیچکی لایک نمیکنه، کانالت سابسکرایب نمیشه و میری برای خودت با برف سال بعد میای پایین. اینقدر هوا گرمه نگم براتون. من آب و یخ از خونه همش درست میکنم، هر وقت که میایم بیرون دیگه همش با آب طاقت میارم. همین همراه من هستین امروز. بریم ببینیم استانبول چه خبره. اینم از ما تو خیابونه نیشانداشی داریم میگردیم. الان خیابونه هم بهتون نشون میدم. ما آمدیم تو خیابونه نیشانداشی داریم قدم میزنیم. چند تا از این فروشگاهاشو رفتیم، گفتم به شما هم نشون بدم ببینید دنیای مد و فشن توی این خیابونه نیشانداشیه. نگاه کنید این قسمت ها همش لباس عروسه، یعنی هر مدل لباس عروسی بخواید اینجا پیدا میشه. البته توی مناطق دیگه هم مثل آکسارای و کادیکوی و اینا هم هستن، ولی توی نیشانداشی دیگه محل مد و فشن استانبول اینجاست. اینجا هم شعبه حافظ مصطفی، از خوشمزه های حافظ مصطفی هم که حتما شنیدید. نه اسد سلام کن دیگه. بلاگم بلاگ غیبت کبرا یا صغرا. بریم به سمت حافظ مصطفی هم بهتون نشون بدم. از خوشمزه های حافظ مصطفی قیمتشون نسبت به قبلا خیلی زیاد شده. الان نمیتونم دقیقا چقدره، ولی باقلواشو ببینید. اینجا نوشته 2750 لیره. اینا رو ببینید. یکی از خوشمزه ترین پاکت هایی که میزنن ایناست که مخلوط میزنن، گردویی و پسته‌ای. و من فقط باقلوای حافظ مصطفی رو از همه جا بیشتر دوست دارم. حالا کلی دسر و اینجور چیزا هم داره دیگه. حالا از فضاش اینجا حافظ مصطفی نیشانداشیه که اومدیم. این تریلیچه جذابم بخورم ببینید. خیلی خوشمزه است. خیلی توی ایران یه چیزی میزنن به اسم کیک سشیر جدیدن، تقریبا همچون چیزیه، ولی این واقعا خوشمزه تره. یه طعم هل و اینا هم میده، اصلا فوق‌العاده است. نگم براتون، جاتون خالی. بافت نرم و خوشمزه‌ای دارم. اومدیم بچه ها از یوسف کوفته چی برای امروز که داریم میریم پیکنیک گوشت بخریم. گوشت مرغ و گوشت قرمز گوسفندی گرفتیم. اینم 600 تا، اونم نمیدونم چقدر بود دیگه. الان داریم میخریم. گوشتای یوسف کوفته چی رو ما خیلی دوست داریم. بعد اینجا خودش رستوران هم هست، همینجا غذا هم میخورن. کلا چیزای منقل و اینا هم داره همه چی، یعنی مخصوص پیکنیک. زغال و یه اینجور چیزا. گوشتاش هم همش این بره. ببینید
هم گوشتای خوشمزه‌ای داره، بعد توش از این گوشتای مزه‌دار شده هم میتونید بخرید دیگه، راحت برید پیکنیک کنید و وسایل دیگه. من از فضای رستوران برم بیرونم بهتون نشون بدم. اینجا منطقه شیشلی استانبوله. ببینید اینم از منطقه شیشلی، منطقه که من خیلی دوستش دارم. خیلی شلوغه، چسبیده به تکسیم، ولی من خیلی دوستش دارم چون از قدیم اینجا زندگی کردیم. حالا الان که دیگه از یکم دور شدیم، ولی همیشه اینجا رو دوست دارم دیگه، خاطراته برام. همین بغل اومدیم مارکت هم یه چند تا خرید داریم انجام بدیم. یکی از این مارکت های معمولی دیگه این بغل دیدیم اومدیم ببینیم چیا داره، ولی از این خوراکی های خوشمزه زیاد داره اینجا. اینم از قسمت الکلی. اینجا هم که شرابه. ببینید چه مارکت پرمحتوایی بود، بهش نمی اومد. این مارکت ها رو ببینید چقدر از این چیزاش کامله، مثلا واسه درست کردن سوشی و اینجور چیزا، یا از این چی بهشون میگن، چیه، برنج. اون پفکه رو برداشتی؟ نشون بدم به بچه ها پفکی که خیلی علاقه دارم بهشو. نمونهش هست که نیست دیگه نیست، همون یه دونه بود برداشتیم. من بچه ها معتاد اینم. حالا اینه پفک که نیست، چی میگن بهش؟ آها دقیقا این طعمش. ببین اصلا میمیرم براش. بعد معتادش بودم، ترک کردم که رژیم بگیرم. خیلی کالریش بالاست. بعد نگاه کردم یه شب دیدم کلی چیز میزای مختلف داخلشه، روغنای مختلف و اینا، ولی خیلی خوشمزه است، تند و لیمویی. بریم که یه حساب کنیم. اینم که برداشت. بیا سوسیس هست داره. اینا رو ببین چقدر جالبه. یه چشمه دیگه. ما داریم حساب میکنیم اینجا. شما فقط مسیری که داریم میریم به سمت جنگل رو ببینید چقدر سرسبز و خوشگله، آسمون آبی و تمیز تا دلت هم بخواد سرسبزی. این مسیری که اومدیم کلا زمستون و تابستون نداره، همیشه همینطوری سرسبزه. آره بعد هوای عالی داره اینجا. به اینجا میگن جنگل های بلگراد، یا توی گوگل مپ بزنید بلگراد اورمانی، ببین اینجا هم نوشته اسم این جنگل ها بلگراده. حالا میگیم جلوترم بهتون نشون میدم. ما رسیدیم به ورودی. قیمت ماشین 225 لیره قیمت ورودیش. اینجا نزدیک شدیم به مکانی که میتونیم پیکنیک کنیم. بعد اینجا یه مسجد داره، مسجدش خیلی خوشگله. شما فقط این صداها رو گوش بدید، یعنی کیه که از فصل تابستون بعدش میاد؟ من اصلا میشنوم نمیتونم باور کنم. صداها رو ببین، عشق این فصل. اینجا هم مارکت داره و یه رستوران هم هست. خب تقریبا اینا رو من چیدم گذاشتم سفره میز و این دفعه یادم رفت که بیارم. البته اینجا رو الان دستمال کشیدیم تمیز کردیم. اینم دیگه آتیشمون جان اینم دیگه آتیشمون که آماده است. این کتری رو من کتری سیاه آوردم که خراب نشه. بعد میخوایم اینجا الان
یه تخم مرغ مشتی درست کنیم. تخم مرغ درست کنیم. اینم از تخم مرغ ما که حاضر شد. بفرمایید نوش جان. اینم از چایی که داریم درست میکنیم. یه نپتون انداختیم توی فلاسکمونو بره که حاضر شه یه چایی خوشمزم بخوریم. اینم بمونه برای آبجوش. اگه یه موقع سیاه شد آبجوش داشته باشیم. اوکی. برنج گذاشتیم رو آتیش کته به بشه. زودی هم حاضر میشه. من عاشقم برنج کتم، مخصوصا رو آتیش درست شه، بعد با کباب. بعد یه شمالی همیشه باید با دست می‌خورد. نقطه اصلیش همینه. ولی واقعا میچسبه آخه. توی اینستاگرام پیاز کنارش بزن. توی اینستا یه کلیپ دیدم، بعد گفتش که ما شمالیا بدبختی داریم. توی این گرونی دورچین غذامون از غذامون گرون‌تر در میاد. همین پیاز و زیتون و چه میدونم اینجور چیزا که میخوریم کنار غذا. فعلا که من بردم. نه به همین خیال باش. الان ببین چطوری جبران میکنه. والا 3 بریک داره. ولی همین کاری کنم چون خیلی اصلا حاضرم بهت چیز بدم چه میگن یه دونه بذاری برداری. خودت داری سور میکنی. الان سور برای توه. 8 این یه سور. خب اینم بازه میشه. برنجمون هم دیگه آماده شده. نمیدونید چقدر عطرش خوبه. جاتون خالی. دیگه میخوایم برش داریم گوشتا رو بذاریم آماده شه. این آتیش همسایه‌مون بود، اینجا نشسته بودن قرض دادن بهمون. الان داریم دیگه زغالاشو جابجا میکنیم. دوباره انداختیم توی منقل خودمون که کبابو اینجا بزنیم. باد زدنم بده نه؟ یاد میگیری. باید تند باد بزنم که الان بگیره. 2 دور تند بزنی آتیشش در بیاد همه جاش میگیره. باید با دست بزنیم. دست میسوزه. خود آتیش نمیذاریم که گوشتمون هم داره میپزه. من به گوشت فقط پیاز میزنم با فلفل پول بیبر زدم. گوشتش هم تازه و نرمه. اوه از این صداهای طبیعت لذت ببرید. کشتار امروزه. کشتار امروز. اینم از خودم. نور آفتاب افتاده روی صورتم. جاتون واقعا خالی. خیلی خیلی خوش گذشت. البته که ما 2 نفری بودیم که خانواده اینجا کنارمون نیستن، تنهاییم، ولی ما هم یه خانواده ایم دیگه. یه خانواده 2 نفره در کنار هم خوشحالیم، خوش میگذرونیم. اسد ببین یه لحظه دوربینمو. جاتون خالی. کباب ما آماده شده. داشتم واسه اینستاگرام ویدیو میگرفتم اول.
گفتم دیگه به شما هم نشون بدم. برنج کره‌ای، نه کته‌ای کره‌ای با سماق و یه گوشت نرم و آبدار. اینم پیازش. خب اینم پیکنیک ما تموم شد. میزمونم کامل تمیز کردیم. همیشه از طبیعت مراقبت کنید، خیلی مهمه. اینجا توی ترکیه خیلی اهمیت میدن، آشغال نمیریزن. البته یه چیزی که همیشه روی زمین میبینین سیگاره. توی ترکیه همیشه ته سیگارا روی زمینه، حالا چه تو خیابون چه اینجا، اینش بده. ولی آشغال و اینا زیاد نمیریزن. بقیه هنوز نشستن دیگه، ما هم داریم میریم، ساعت 9 شبه. سلام مجدد، چطورید بچه ها؟ خوبید؟ امروز این ویدیو رو دارم میگیرم برای انتهای ولاگم. احتمالاً 2 روزی از آخرین ویدیویی که براتون گذاشتم که رفته بودیم جنگل گذشته و من امروز یه اتفاق خیلی شیرینی رو تجربه کردم که میخوام براتون تعریف کنم. برای بار دوم خاله شدم و امروز خواهرزاده دومم به دنیا اومد. اولین باری که خاله شدم خاله یه دختر کوچولو شده بودم که واقعا عاشقشم و حس خاله شدن یعنی نگم براتون انقدر شیرین و خاصه که امیدوارم برای هر کسی که خواهر داره این لطف شاملش بشه و خواهرزاده دار بشه. یعنی فوق‌العاده حس قشنگیه. و من امروز اولین روزیه که خواهرم بچه دومش رو به دنیا آورد و پسردار شد. حالا ببینیم پسر چجوریه دیگه. الان که به دنیا اومده بود انقدر گریه کردیم، انقدر خانوادگی، البته که ازش دوریم و نتونستیم کنارش باشیم، فقط تو ویدیو کال دیدیمش. حالا من یه ویدیو هم درست کردم که احتمالاً الان اینجا شاید براتون بذارم. برای اینستاگرام درست کرده بودم یه تیکه ویدیو از موقعی که به دنیا اومده بود و ما داشتیم از پشت گوشی میدیدیمش. اینجا زایمان داره انجام میشه. دایی، پسر دایی، زن دایی، مامان جون، عمو و یه دونه خالت. هممون بی صبرانه منتظریم خاله جونم. هنوز منتظریم، در حال زایمان. لبای سرخ تو هر میوه سرخ دیگه. این که همین. حالا ببینیم که خواهرزاده پسر چجوریه. پسر را که احتمالا خیلی شیطونن و یعنی اکثر پسر را اینجورین، همه شیطونن. من یه برادرزاده هم دارم که پسره و فوق‌العاده شیطون و دوست داشتنی دیگه. حالا ببینیم این چجوریه. الانم نشستم. هوای استانبول از دیروز خیلی بارون و اینا می اومد. البته سمت ما اوکی بود و امروز هم که همونجوری که میبینید الان آفتاب توی صورت منه و خیلی هوا خوبه دیگه. من که خونم و جای خاصی نرفتم. من نشستم دارم از این ماستایی که همیشه برای خودم درست میکنم دارم اونو میخورم. این ماستا رو من خیلی دوست دارم. همیشه صبحونه برای خودم درست میکنم یا مثلا عصرونه حتی درست میکنم به عنوان میان وعده میخورم و توش چیا میریزم. حالا هر دفعه چیزای متنوع یا مثلا میوه‌های متنوعی میریزم ولی اکثرا بلوبری و موز توش میریزم. حالا این ظرفا هم خریدم. این ظرفا هم خیلی خوبه برای این کار. یعنی دیگه یه قشنگ لایه‌ای که هر چیزی که میخوام درست کنم و توش بریزم و لایه‌ای میچینم و اینجوری خیلی جذاب ترش میکنه. الان 2-3 قاشق ماست و لایه اول ریختم و با دانه چیا که خیلی فوق‌العاده برای بدن خوبه که باید مصرفش کنید، البته به اندازه، با ماست میکسش کردم. توی لایه اول ریختم، بعدش روش موز ریختم، یه کوچولو شربت وانیل ریختم، بعد روش دوباره ماست ریختم، بعد بلوبری و توی وسطش و بالاش هم گرانولا ریختم. حالا این گرانولایی هم که جدید خریدم میبینیش خیلی خوبه، خیلی خوشمزه‌اش. توش تیکه های بادوم داره و از این اوتمیل و اینجور چیزا فوق‌العاده خوشمزه است. من خیلی کیف کردم. بعد اینکه الان همیشه نشسته بودم دیگه نصفشو خوردم، انقدر گشنم شده چون من توی رژیم فستینگم. حالا
میام توی ولاگ جدا بیشتر راجع به رژیمم بهتون توضیح میدم، چون خیلی ازم میپرسن توی اینستاگرام که چجوری رژیم میگیری، راجع به فستینگت بگو. من توی خیلی از پستام سعی کردم که راجع به رژیمم بگم، مثلا چه وعده هایی استفاده میکنم و اینا، ولی حالا فکر میکنم که بیام اینجا راجبش کامل تر توضیح بدم بهتر باشه. بعد مثلا یکی از چیزاییه که میخورم دیگه، فستم رو باز کردم، بعد تا قبل از 8 الان دارم میآوردم و میخورم که بعد از ظهره و احتمالا یه غذایی هم بخورم. از این ماستا حتما برای خودتون درست کنین. ماستش هم باید ماست مثلا ماست ایسلندی یا ماست یونانی، اینا خیلی خوبش میکنه چون کم کالری هم هستن، سالم ترن. اینجا ماستای یونانی دقیقا خود گریک نیست، ماست سوزمه هست که شبیشه و مثلا سالم تره. توی ماستای دیگه من از اون استفاده میکنم. یعنی نگم براتون. حالا من این دفعه کره بادوم زمینی و اینا نداشتم. کره بادوم زمینی یا کره بادوم درختی اینا هم باشه توش میریزم، اونم خیلی خوشمزش میکنه. اینم بهتون نشون بدم یه تیکه از فیلمایی بود که امروز گرفتم. خیلی روز خوبی بود. من یه نیمی جدید اومده تو خانواده‌مون و خیلی خوشحالم بابتش. همین دیگه، میرم و این ولاگو میبندم. امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشید. خوشحال میشم که همراهیم کنید و لایک هم کنید و سابسکرایب منو داشته باشید که بتونم ویدیوهای بیشتری براتون بذارم. دوستتون دارم. فعلا خدا نگهدار.